در نتیجه تیرپرانی در مکتب شهر پارکلند واقع در 70 کیلومتری شمال میامی مرکز مأموری ایالت فلوریدا ایالات متحده آمریکا 17 کس به هلاکت رسیدند. حمله در عرفه انجام درس به وقوع پیوست. سلاح به دست که به قول پلیس نیکولاس کروز سابق محصل همین مکتب می باشد بانگ اضطراب را روشن کرد و وقت مکتب بچه ها از صنفخانه ها بیرون می شدند به سوی آنها آتش گشاد. پلیس نیروهای تعیینات خاص و گروه های ضد سوختار به زودترین فرصت به مکتب آمده مکتب بچه ها را به جای بی خطر انتقال دادند. مسئول حمله دستگیر شد. درباره سبب اخراج او از مکتب و سبب حمله اش معلومات بیشتر دسترس نشده است. ما با هم دیگر صحبت کرده کوشش میکردیم یکدیگر را آرام کنیم. همه در خوف بودیم و گریه میکردیم. امید داشتیم که همه چیز آرام می شود و ما را از اونجا بیرون میکشند. چند است که از زمان تیرپرانی درباره یک دوستم خبری نیست. امیدوارم که او را میابم. من برای همین به اینجا آمدم. رئیس پلیس محلی میگوید که در شبکه‌های اجتماعی اظهارات نگران کننده این بازداشت شده پیدا شد. پارکلند 31,000 اهالی دارد که اکثرا مردمی میان حال می باشند. سال گذشته پارکلند آرامترین شهر فلوریدا اعتراف شده بود. سال 2012 هم در مکتب ساندی هوک ایالت کنکتیکوت مکتبخوان 26 کس را به قتل رسانیده بود.